سلام. همونطور که میدونید امروز قرار بود توی 10مین و آخرین جلسه دوره مقدماتی ژوست یه چالش با جایزه‌های خوب داشته باشیم. اما 3 ماه پیش وقتی چالش شب یلدا رو برگزار کردم، بعضی از رفقا دچار سوء تفاهم شده بودن و فکر کرده بودن ما داریم کار تجاری یا تبلیغاتی انجام میدیم و قرار ادای اینفلوئنسرها رو در بیاریم. در حالی که همکاری من با دکتر لبخند و داروساز من که حامیای چالش یلدایی ما و پروژه ژوست بودن، یه همکاری دوستانه و حرفه‌ای بوده و هست. خود ژوست هم پروژه‌ای بود کاملاً علمی، عملی و عامل منفعه برای بهبود حال هممون در دوره دشوار کرونا. خوشحالم که به بهترین شکل ژوست مقدماتی رو به سرانجام رسوندم و از مشارکت و پیام‌های محبت‌آمیز شما خیلی انرژی گرفتم. چه اون کسایی که ژوست براشون یه منبع آرامش و تفریح بود و چه اونایی که ازش مشق آواز و موسیقی گرفتند. پس بذارین اولین چالش امروزمون این باشه: هیچ وقت دیگران رو قضاوت نکنید. قضاوت کار خداست و بعدش قاضی در شرایط و موضوعات خاص. هیچ وقت دیگران رو قضاوت نکنید. چالش دوم اما درباره وطنه، کشورمون ایران که جوری دوستش دارم که انگار مادرمه و طوری نگرانشم که انگار بچمه. امیدوارم سال 1400 سال خیلی بهتری برای ایران و ایرانیا باشه. به این خاطر و با همین امید میخوام پیشنهاد بدم چند دقیقه وقت بذارید و تنها سرود ملی ما که با تغییر دولت‌ها و حکومت‌ها عوض نشده و نخواهد شد رو حفظ کنید. سرود ای ایران که اکثرمون فکر میکنیم بلدیم، اما یا بعضی جاهاش رو اشتباه میخونیم و یا قسمت‌هایش رو حفظ نیستیم. من نسخه کامل این سرود رو هم اینجا و هم جداگونه با زیرنویس توی کانال تلگرامم میذارم، به این امید که حفظش کنید و با این آرزو که خیلی زود توی روزهای آبادی و آزادی دست تو دست هم بخونیمش. سال نوتون پیشاپیش مبارک. کی برون کنم مردم